خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه در خدمت آقای ناصر صادقی هستیم. ایشون تحصیلاتشون مهندسی سخت افزار کامپیوتر هست، دارای سابقه فعالیت‌های کارآفرینی، تولیدی صنعتی، مدیریت شرکت‌های تجاری در بخش خصوصی و علاقه‌مند به فعالیت‌های اجتماعی و عضو اتاق بازرگانی رالی هستند و در حال حاضر فعال در صنعت بیمه و به صورت تخصصی بیمه صداقت بزرگسالان مدیکر. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردن، تشریف آوردن. موفق و سلامت باشن. در خدمتشون هستیم. بفرمایید. متشکرم. با درود به همه عزیزان و هموطنان گرامی. طبیعتاً لازم من ابتدا قدردانی بکنم از زحمتی که سرکار خانم محمدی و پشتیبانی های همسر گرانقدرشون آقای مهندس حیدرزاده انجام میدن. بخشی از مسئولیت اجتماعی بزرگی که بر عهده دارن و احساس میکنن رو به درستی دارن انجام دادن و امیدوار هستم که نتیجه زحماتشون که رفاه و امنیت خاطر برای در درجه اول هموطنانشون و سپس اعضای جامعه‌ای هست که در اون زندگی میکنن هرچه سهل‌تر و سریع‌تر به دست بیاد. من امیدوار هستم که از این فرصت بتونم به خوبی استفاده بکنم و مطالبی رو که قرار هست در ارتباط با بیمه‌های مختلف خدمت عزیزان عرض بکنم با بیان خیلی خودمانی و راحت تقدیم بکنم. در ابتدا باز هم اشاره میکنم که این گفتگو یک سخنرانی اداری یا رسمی نیست، برنامه بازرگانی یا تبلیغاتی هم نیست، صرفا یک گفتگوی خودمانی و دوستانه هست برای تبادل اطلاعاتی که میتونه برای همه مفید باشه. من یقین دارم بسیاری از کسانی که مهاجرت کردن سالهای گذشته یا حتی در زمانهای کوتاه‌تر بر اساس نیازهای شخصیشون یا مطالعات یا علاقه‌مندی‌هاشون اطلاعاتی رو دارن که ممکنه از اونچه که من امروز تقدیم میکنم بیشتر و دقیق‌تر باشه و همینطور ممکنه دوستانی باشن که فرصت نکردن یا موردی براشون پیش نیامده که مطالعه بکنن، ممکنه این اطلاعات به دردشون بخوره و یک روزی یک جایی براشون مفید واقع بشه. من برای اینکه گفتارم منظم باشه مطالب رو به شکل آماده کردم که در قالب پاورپوینت ارائه میدم و در نهایت اگر پرسشی باشه که بتونم پاسخی براش داشته باشم در خدمت دوستان و عزیزان هستم. موضوع امروز بیمه در آمریکا و راهنمایی هایی هست که میتونه حقوق درمانی برای نه تنها مهاجران ایرانی، مهاجرانی که فارسی زبان هستند و میتونن از مطالب امروز استفاده کنن مفید واقع بشه. همونطور که اشاره کردن من قبل از اینکه مهاجرت به امریکا کنم فعالیت‌های در بخش خصوصی داشتم، در تشکل‌ها و اتاق بازرگانی و فعالیت‌های اجتماعی فعال بودم. بعد از آمدن به امریکا به دلیل همون ثوابت و علاقه‌هایی که داشتم عضو اتاق بازرگانی رالی شدم و چون دوست داشتم بزینسی رو برای خودم راه اندازی بکنم و متوجه شدم که شکل کار، فرهنگ کار و قوانین اینجا خیلی متفاوت است، فعالیت کاری خودم رو در زمینه بیمه انتخاب کردم. لایسنس ها و مجوزهایی که گرفتم در اون زمینه هست و خیلی علاقه‌مند هستم که در قالب یک مسئولیت اجتماعی از این طریق به کسانی که ممکنه نیاز داشته باشن کمک بکنم. در نتیجه با تشکر از حضور همه شما، هدف برنامه امروز این هست که در دنیای بیمه یک مروری داشته باشیم. دنیای بیمه که توی آمریکا هست، پیچیدگی‌هاشو یک کم ساده‌تر کنیم تا بتونیم آینده امن‌تر رو برای خودمون و خانواده‌مون ترسیم بکنیم.
پیش از اینکه وارد جزئیات بشیم، من میخوام ذهنتون رو یکم آماده کنم برای موضوع بیمه. تصور کنید که یکی از دوستان یا نزدیکانمون که تازه به امریکا مهاجرت کرده و هنوز با پیچیدگی‌های اینجا آشنا نیست، ناگهان دچار درد شدید در ستون فقراتش میشه و مجبور بشه به اورژانس مراجعه کنه. آیا میدونید که هر یک شب هزینه بستری در اورژانس یا حتی یک ویزیت ساده دکتر در آمریکا چقدر میتونه بشه؟ این هزینه میتونه از چند صد دلار برای یک ویزیت ساده تا ده‌ها هزار دلار برای یک مراجعه جدی به اورژانس برسه. و همینجاست که اهمیت موضوع امروز یعنی بیمه خودش رو به شکل ملموس نشون میده. من خودم شخصا تجربه هایی دارم، خودم و خانوادم، چه در زمینه بیمه سلامت یا بیمه های دیگه که حالا انشاءالله در طول این گفتگو خدمتتون عرض خواهم کرد. خب همه میدونیم که مهاجرت شاید بزرگترین چالش زندگی برای یک فرد هست. کسی که از یک دنیا با همه فرهنگش، عادتهاش، روابط اجتماعیش، روابط خانوادگی، آموزش‌هایی که دیده، وارد یک دنیای جدید میشه. حتما این سوال رو بارها شنیدین یا براتون پیش میپرسن اگر شما دوباره متولد بشین چه کار میکنی؟ یعنی چگونه زندگی میکنی؟ برای یک مهاجر این اتفاق به صورت واقعی میفته. یعنی وقتی که تصمیم به مهاجرت میگیره و پاش رو توی یک سرزمین یا کشور تازه میگذاره، دقیقا مثل اینه که تازه متولد شده، هیچ چیز رو نمیدونه، با هیچ کس آشنا نیست، هیچ کسی اون رو نمیشناسه. ولی تنها مزیتی که یک مهاجر داره این هست که در زمان تولد دارای اندوخته‌های بسیاری از دانش و تجربه هست که میتونه خیلی سریع خودش رو با دنیای جدید وفق بده و مثل یک کودک که سالها طول میکشه تا بزرگ بشه و درک بکنه و چیزی یاد بگیره، اون خیلی سریعتر میتونه در این تولد تازه با محیط اطرافش خوب بگیره. بنابراین نه تنها امریکا که به هر کشور دیگه هم که ما مهاجرت کنیم، تفاوت‌های زبان، فرهنگ، قوانین و مقررات، سیستم‌های اداری و کاری، آموزش، اقتصاد و بسیاری چیزهای دیگر چالش برانگیز میشه برای ما. بنابراین برای اینکه درک و هماهنگ بتونیم بکنیم خودمون رو با این تفاوت‌ها، اگر این دنیای متفاوت دانش و دانستنی‌های خودمون رو افزایش بدیم، طبیعتاً متحمل ضرر و زیان‌های هنگفت و فراوان نخواهیم شد. خب همونطور که عرض کردم، مهاجرت چالش‌های فراوانی داره. بخشیش بلافاصله از روز اول آشکار میشن و بخشی از این چالش‌ها پنهان هستن و به مرور زمان خودشون رو نشون میدن. فرهنگ و زبان از مهمترین چالش‌هایی هست که برای یک مهاجر پیش میاد. خب در برنامه قبلی هم سرکار خانم یاری خیلی خوب اشاره کردن به این چالش‌ها. به آمریکا شدن حتما متوجه شدن که آمریکا کشوری با قوانین و مقررات بسیار مدون و پیچیده است. در اینجا قوانین نه تنها یک چارچوب رسمی بلکه یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ و شیوه زندگی هم برای دولت و هم برای مردم هست. برخلاف اون چه شاید در جاهای دیگر رایج باشه و هممون اطلاع داریم، اینجا کمتر چیزی از طریق آشنایی یا داشتن رابطه حل میشه و سیستم اداری کاملا بر قانون‌مداری و پرهیز از تبعیض تاکید داره. حالا این که میگم پرهیز از تبعیض طبیعتاً به صورت نسبی هست نسبت به جاهای دیگه. شاید اینجا هم مشکلاتی وجود داشته باشه، ولی اون چیزی که به صورت نسبی احساس میشه تأکید بر رعایت قانون هست. جامعه امریکا بیشتر بر فردگرایی تأکید داره، به این معنی که هر فرد مسئولیت زندگی و آینده خودش رو بر عهده میگیره. این با فرهنگ جمع‌گرایی یا خانواده بزرگ کردن در خانواده که در برخی کشورها بیشتر رایج است و خانواده با جامعه نقش پررنگتری در حمایت از افراد تو زندگیشون ایفا میکنه تفاوت اساسی داره. این تفاوت در سیستم‌های حمایتی مثل بیمه نیز منعکس میشه. توی امریکا ما میبینیم جوانان از سن 16-17 سالگی احساس استقلال میکنن در ارتباط با شغلشون، در ارتباط با روابط اجتماعی
حقوقی که دارن حتی در ارتباط با خانواده و والدین یک فردگرایی و استقلال بسیار پذیرفته شده اینجا وجود داره و همین هست که جوانان از زمانی که خودشون مستقل میشن میتونن برای آینده خودشون برنامه ریزی بکنن و راه خودشون رو مشخص بکنن. البته اونهایی که یک مقدار دقت بیشتری نسبت به زندگی و منافعشون و مصالحشون دارن. بنابراین در امریکا استقلال مالی و برنامه ریزی برای آینده شخصی امر بسیار مهمی است و بیمه ابزاری قدرتمند برای رسیدن به این استقلال و آرامش خاطر است، زیرا بار مالی حوادث و پیشامدهای غیرمنتظره رو از روی دوش فرد برمی‌داره. ریشه های تاریخی که در مورد بیمه احتمالاً تا حالا شنیدیم برمیگرده به گذشته‌های دور. ایده تقسیم ریسک و توزیع بار مخاطرات خیلی قدیمی هست. انسان‌ها همیشه به دنبال راهی برای کاهش اثرات بلایای طبیعی یا حوادث ناگوار بودند. از صندوق‌های مشترک دریانوردان باستان که خسارت کشتی غرق شده رو جبران می‌کردند تا تعاونی‌های صنفی در قرون وسطی، ایده اصلی تقسیم بار همواره وجود داشته. فلسفه اصلی بیمه اون است که چون هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، اما برای آرامش ذهن و برخورداری از حمایت در برابر اتفاقات غیرمنتظره از پیش برای خودش دوراندیشی میکنه. اتفاقات ناگوار مثل بیماری، تصادف، آتش سوزی، فوت همیشه ممکنه رخ بده و میده و هزینه‌های سنگینی به همراه داره. بنابراین سرمایه گذاری برای آرامش خاطر هدف اصلی بیمه است. شخص بیمه شده میدونه که در صورت وقوع اتفاق ناگوار تنها نخواهد بود و از نظر مالی حمایت خواهد شد. خب حالا یک کم نزدیکتر به وضعیت بیمه در آمریکا، اون چیزی که میتونه کم کم ما رو و مهاجران رو و مخصوصا فارسی زبانان رو به حقوق خودشون آشنا بکنه. خب همونطور که گفتم بیمه فقط برای جبران خسارت‌های مالی و پولی نیست، بلکه چارچوب حمایتی قانونی برای حقوق شهروندان. صنعت بیمه یک بخش حیاتی و یک موتور محرک در اقتصاد همه کشورهاست. احتمالاً شاید دیده یا شنیده باشید که در وزارت خونه‌های اقتصاد کشورها همیشه 2 معاونت بیمه و بانک با هم عمل می‌کنند. یعنی بیمه هم یک بخشی از اقتصاد و در واقع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی هست که در کنار سیستم بانکی به جامعه و مردم خدمت میکنه. بیمه با جبران خسارت‌ها به افراد و کسب و کارها کمک میکنه تا سریعتر به زندگی عادیشون بازگردن و به این ترتیب از ورشکستگی اونها جلوگیری میکنه. این به ثبات و رشد اقتصادی جامعه کمک میکنه. حق بیمه‌های جمع‌آوری شده توسط شرکت‌های بیمه مبالغ بسیار عظیمی هستند که در پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند ساخت و سازها، صنایع و زیرساخت‌های ملی سرمایه‌گذاری میشن و به رشد و پیشرفت کشور کمک میکنند. این صنعت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ده‌ها هزار شغل در حوزه‌های مختلف مثل مدیریت، فروش، تحلیل ریسک، خدمات مشتری، موضوعات مربوط به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و خدمات پزشکی ایجاد می‌کنه و از کردن قوانین و قراردادات نظارتی بسیار دقیق شرکت‌های بیمه رو کنترل می‌کنه. این نظارت برای حفظ منافع شدگان، اطمینان سلامت مالی و تعهدات شرکت‌ها بسیار حیاتی است. در امریکا نهادهای دولتی به شفافیت، عدالت و توانایی شرکت‌ها در پرداخت خسارت‌ها نظارت می‌کنند. خب همونطور که گفتم صنعت بیمه یک بخشی از اقتصاد کشور هست. مثل سیستم بانکی واقعاً با پول و پول‌های بسیار زیاد سر و کار داره. اگه کنترلی نباشه خب همه میدونن وسوسه‌های پولی ممکنه سر از مسیرهای انحرافی در بیاره. اگر شرکت‌های بیمه به حال خودشون رها بشن، چه بسا برای منافع سهامدارانشون، برای بلندپروازی‌های مدیرانشون به فعالیت‌هایی رو بیارن و دست به کارهایی بزنن که به جای دادن خدمات و هزینه کردن برای بیمه شده ها
اون رو در جاهای دیگه ای رو سرمایه گذاری بکنن. و به همین دلیل هست که دولت هم برای کنترل سلامت مالی شرکت های بیمه و هم برای تضمین دادن به مردم که شرکت های بیمه از مسیر خودشون منحرف نمیشوند، قوانین نظارتی رو مشخص میکنن به صورت دقیق، سال به سال اونها رو مرور میکنن بسته به تغییرات جامعه از قبیل تورم، افزایش قیمت‌ها، اتفاقات دیگه که میفته. این قوانین و مقررات تنظیم میکنن، ابلاغ میکنن و به همه اطلاع رسانی میکنن تا سلامت صنعت بیمه حفظ بشه. حالا من به انواع بیمه اشاره میکنم. هم در امریکا هم در سایر کشورها معمولاً بیمه ها به بیمه های اشخاص، بیمه های اموال، بیمه های مسئولیت و بیمه های تجاری تقسیم میشه. در بیمه های اشخاص 3 قسمت معمولاً مهم هست. یکی بیمه عمر هست که به عنوان لایف اینشورنس همه میشناسن. این برای اینه که اگه خدایی نکرده برای نانآور خانواده یا سرپرست خانواده، پدر یا مادر، خدایی نکرده اتفاقی بیفته و فوت کنه، بیمه عمر میتونه یک پشتوانه مالی برای خانواده و بازماندگان باشه و بتونه هزینه‌های زندگی، تحصیل فرزندان و آینده اونها رو تأمین کنه. و در واقع بیمه عمر یک آرامش خاطر بزرگ برای بیمه شده است. بعد از بیمه عمر در بخش بیمه های اشخاص بیمه های سلامت هست. و این بیمه ها اصلی ترین پوشش برای هزینه های درمانی و پزشکی هست. تصور کنید بدون بیمه با یک آپاندیسیت ساده ممکنه شخص مجبور به پرداخت $10,000 از جیب خودش بشه. و بیمه از کار افتادگی یا دیسیبلیتی اینشورنس مثال دیگه هست از بیمه های اشخاص که اگر به دلیل یک بیماری جدی یا حادثه برای مدتی طولانی مثلا 6 ماه یا بیشتر شخص قادر به کار و کسب درآمد نباشه، این بیمه میتونه بخشی از درآمد از دست رفته اون رو جبران کنه. در بخش بیمه اموال بیمه های منزل یا خانه یکی از مهمترین انواع بیمه هاست که اگر خونه‌ای در اثر آتش سوزی، طوفان یا سرقت آسیب ببینه، بیمه اگه اون خونه شخصی باشه یا حتی میتونه بیمه توسط مستاجر انجام بشه روی وسایلی که در اون خونه استیجاری داره، بیمه غرامت رو بیمه شده پرداخت میکنه تا هزینه‌های بازسازی یا جبران وسایلی که از دست داده رو انجام بده. بعد بیمه خودرو رو داریم که بیمه اتومبیل هست. تصور کنید تو یک چهارراه سهواً با خودروی دیگری تصادف میکنید و مقصر شما هستید. اگه بیمه خودرو نداشته باشید باید تمام خسارت خودروی مقابل و هزینه‌های درمانی سرنشینان اون رو از جیب خودتون بپردازید، ضمن اینکه خسارت وارد شده به خودتون هم باید از جیب خودتون پرداخت بشه. این میتونه تا $10,000 هزینه داشته باشه. همچنین اگه ماشین خودتون آسیب ببینه، اگر بیمه داشته باشین بیمه میتونه اون رو جبران کنه. در بیمه های امریکا بسیاری جزئیات در نظر گرفته شده. مثلا لازم نیست حتما این تصادف با شخص سادس یا شخص دیگری باشه. اگر به هر دلیل اتومبیل ما با گاردریل کنار جاده تصادف کنه، یا یک شب ناگهان یک حیوان آهو یا گوز بیاد داخل جاده و تصادف بشه و باعث صدمه ماشین ما بشه، چراغ بشکنه، شیشه بشکنه، بیمه اون رو به ما پرداخت میکنه. و باز بیمه های خودرو با قرارات و جزئیات بسیاری داره. مثلا اگه تو خانواده ما یک دانش آموزی باشه که نمره‌های خوبی گرفته باشه، این در نرخ بیمه ما و تخفیفات اون خیلی تاثیر میذاره. منطقه‌ای که ما توش زندگی میکنیم بر اساس زیپ کد و بر اساس مخاطراتی که توی اون منطقه گزارش شده در طول سال میتونه روی نرخ بیمه ما تأثیر بذاره. نداشتن خلافی، داشتن گاراژ یا موارد دیگه همه میتونه کمک بکنه برای تعیین نرخ بیمه و کمک به بیمه شده. بعد از اون بیمه مسئولیت هست که فرض کنید کسی تو خونه شما سر بخوره و آسیب ببینه و شما مسئول شناخته بشید. مثلا آمده یک کار لوله کشی انجام بده و در اثر اتفاقی دچار یک سانحه شده، یا اگه فرزندتون به طور تصادفی به اموال همسایه خسارت بزنه، بیمه مسئولیت که معمولا در بیمه منزل یا خودرو گنجونده میشه
هزینه‌های حقوقی و جبران این خسارت‌ها رو پوشش میده. بیمه‌های تجاری و خاص هم وجود داره که شامل بیمه‌های مربوط به کسب و کارها، حمل و نقل، کشاورزی و غیره هستند که اینها هم پیچیدگی‌های خاص خودشون می‌دارن. من فقط خواستم یک کلیاتی رو در مورد دسته‌بندی بیمه‌ها عرض بکنم و اینکه خب معمولاً وقتی یک مهاجر وارد سرزمین تازه میشه، همونطور که قبلا گفته شد، اون دغدغه‌های بزرگ داره که انتخاب مکان زندگی، برای پیدا کردن شغل، تأمین معاش، تأمین خانواده، که شاید تصور بکنه که فعلا حالا من وقت ندارم یا فعلا اولویت برای من بیمه نیست، ولی به تدریج متوجه میشیم که چه بسا قبل از پیدا کردن شغل، چه بسا قبل از تعیین مکان برای زندگی، مهمترین چیز در آمریکا داشتن بیمه و برخورداری از حمایت‌های قانونی هست، به دلایلی که حالا به تدریج باش آشنا میشه. خب من امروز به اون بخش‌های دیگه‌ای که از بیمه گفتیم خیلی کاری ندارم، بیشتر تمرکزم رو میخوام روی بیمه سلامت ببرم، به دلیل اینکه ما درسته که اموال ممکنه داشته باشیم، درسته که ممکنه خودرو داشته باشیم، ولی بعضیا ممکنه نه خانه داشته باشن نه خودرو، ولی بدن خودشون رو که دارن. بنابراین بیمه سلامت و برای حفاظت از بدن خودمون و روح و روان و سلامت وجودی خودمون، ما مهمترین سرمایه هست که داریم، ما نیاز به مدیریت و برنامه‌ریزی برای نگهداری اون داریم. خب همه میدونن که بیمه سلامت در آمریکا چقدر گران قیمت و پرهزینه هست. از طرفی سیستم درمانی امریکا بسیار پیشرفته و دارای بالاترین تکنولوژی ها و استاندارد هاست، اما متاسفانه به همون اندازه خیلی هم گرون هست. یک ویزیت ساده دکتر یا یک اورژانس کوچیک میتونه هزینه های گزافی رو به همراه داشته باشه. در مقایسه با برخی کشورها که با پرداخت مبلغ کمی میشه به پزشک مراجعه کرد، در امریکا وضعیت کاملا متفاوت است. ویزیت اورژانس برای یک سرماخوردگی ساده ممکنه بین 300 تا 500 دلار برای کسی که بیمه نداره هزینه داشته باشه، یا یک شب بستری در بیمارستان ممکنه بین 5000 تا 15000 دلار هزینه ایجاد کنه. عمل جراحی آپاندیسیت میتونه به راحتی به 20000 تا 50000 دلار برسه. و بیمه سلامت بیمه شدگان رو در برابر هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی و گاهی نجومی محافظت میکنه. بدون بیمه یک بیماری جدی یا یک عمل جراحی میتونه منجر به ورشکستگی مالی و از دست دادن همه پس‌اندازها بشه. بنابراین دسترسی به مراقبت و پیشگیری از بیماری هایی که ممکنه به بدن ما آسیب برسونه، داشتن بیمه سلامت رو ضروری می‌کنه. بیمه سلامت به شخص امکان دسترسی به یک شبکه گسترده از پزشکان، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی رو میده. همچنین بسیاری از خدمات پیشگیرانه مانند چکاپ‌های سالانه، آزمایش‌های غربالگری، واکسیناسیون تحت پوشش بیمه هستند و از بروز بیماری‌های جدی و پرهزینه در آینده جلوگیری می‌کنند. همینجا من میخوام 2 خاطره شخصی که برای خودم با خانواده‌ام پیش آمده رو خدمتتون عرض بکنم. حدود 2 سال قبل دختر من یک دلدرد معمولی و ساده داشت. منتها به دلیلی که هنوز آشنا نبود با سیستم بیمه امریکا و اینکه به کجا و چجوری باید مراجعه بکنه، خیلی راحت به یک کلینیک مراجعه کرده بود و اونها حالا به هر دلیل ارجاعش داده بودن به یک اورژانس، چون روز یکشنبه و تعطیل. دخترم وقتی که به اورژانس میره و میگه خودش هم میدونسته که چه دارویی نیاز داره و میگه درخواست میکنه که تجویز کنن برای دارو، خب اونها به دلیل اینکه این به اورژانس مراجعه کرد، اسمش ثبت شده بوده اونجا، مسیری رو طی میکنن و همون داروی خیلی ارزون قیمت مثلا 10-12 دلاری رو براش نسخه می‌نویسن که بره از داروخونه بگیره و اون میگیره و میاد، ولی بعد از مدتی یک صورت حساب 900 دلاری براش ارسال میشه و بعد پرداخت کرد. به دلیل اینکه از قوانین اطلاع نداشت به اورژانس مراجعه کرد و اورژانس خدماتی رو که ارائه میده مقررات خاص داره
اگه کسی به اورژانس مراجعه کنه و کمتر از 24 ساعت به بیمارستان ارجاع بشه و بستری بشه، خب از اون هزینه‌های اورژانس معاف میشه. ولی این چون ظرف چند دقیقه به اورژانس رفته بود و آمده بود بیرون، باید $900 رو پرداخت. مورد دیگه برای خود من پیش آمد سال گذشته. به یک سفر تفریحی 1 روزه در یک شهر با فاصله 3 ساعته از محل اقامتمون که کارولینا شمالی هست رفته بودم با خانواده. بعد از 3 ساعت رانندگی من خیلی شانس آوردم. وقتی که به اون شهر رسیدیم به ناگهان احساس خارش شدید در بدن و دستان پیدا شد. این انقدر سریع اتفاق افتاد که خودم نگران شدم و به داروخونه مراجعه کردم که مثلا یک پماد یا چیزی رو دریافت کنم که خیال می‌کردم مثلا یا پشه زدگی هست یا حساسیت هست. داروخونه وقتی که وضعیت من رو دید پیشنهاد کرد که سریعا به یک کلینیک اورژانس مراجعه کنم و داروی مناسبی نداشت که به من به صورت آزاد ارائه بده. توی همین فاصله من احساس کردم که این خارش داره تبدیل به یک وضعیت جدی میشه. پوست بدنم داره تغییر رنگ میده، عضلاتم سفت میشه و تو فاصله که من از پشت فرمون آمدم کنار و از دخترم خواستم من رو به یک مرکز پزشکی ببره که روز تعطیل هم بود. تو فاصله 5 دقیقه من به سرعت احساس کردم که دیدم رو دارم از دست میدم، تنفس برام خیلی سخت شد و آخرین کلمه‌ای که به یاد آوردم به اطرافیانم گفتم این بود که من رو به یک جایی برسونید و بعد تقریبا از حال رفتم. نمیتونستم حرف بزنم، فقط میتونستم به سختی چیزی رو بشنوم. کلینیکی که من رو بردن بلافاصله یک جمع چند نفری از پزشک و پرستار آمدن بالا سر من و تشخیص دادن که باید من به اورژانس منتقل بشم. خودشون آمبولانس خواستن و من رو به اورژانس یک بیمارستان مجهز بردن. در طول مسیر توی آمبولانس پرستاری که با من صحبت میکرد متوجه شدم که نگران وضعیت سلامت و زندگی من هستن. به هر حال خیلی ادامه نمیدم. من 1 شب در بیمارستان بستری شدم. انواع تست و آزمایش ها از CT اسکن، MRI، از قلب، از مغز، از گردن انجام دادم. رسیدگی بسیار عالی بود، بسیار دقیق بود. پزشکانی با تخصص‌های مختلف به نوبت آمدن تمام وضعیت جسمانی من رو چک کردن. البته نتیجه‌ای گرفته نشد. حدس زدن که ممکنه یک ریاکشن آلرژیک شدید باشه به دلیل سوابقی که من در حساسیت‌ها در دوران کودکی داشتم. بعد از 1 روز موندن در بیمارستان من مرخص شدم و به شهر خودمون برگشتیم بدون اینکه هیچ تبعات دیگه‌ای رو من تجربه کنم. نکته مهمی که میخوام عرض کنم این هست که بعد از کمتر از 1 ماه من یک صورت حساب دریافت کردم از اون بیمارستان به مبلغ $34,000. و وقتی که نگاه کردن دیدن مثلا MRI برای من $8,000 آورد، CT اسکن مغز $4,000، CT اسکن قلب مثلا $5,000 و رسیدگی‌های متخصصین هر کدوم چند صد یا هزار خورده دلار و جمع اینا شده بود $34,000. خوشبختانه با همه ناآشنایی هایی که من هنوز اون زمان با سیستم اداری و بیمه داشتم، چند ماه قبل تونسته بودم از مارکت پلیس بیمه برای خودم خریداری کنم و تمام این هزینه های $34,000 رو بیمه پرداخت کرد بدون اینکه خودم حتی سهمی رو برای اون هزینه ها بپردازم. این نکته به من یادآوری کرد که به هر کس بتونم این تجربه رو منتقل بکنم و این هشدار رو بدم که در امریکا استثناءً به دلیل اینکه ما اینجا روابط کاری و زندگی مثل کشور خودمون نیست که حمایت‌های غیر رسمی مثلا خانواده، همسایه، دوست، آشنا یا ارتباطات رو داشته باشیم. اینجا همه چیز همونطور که گفتم مستقل هست و مسئولیت با خود شخص هست. بنابراین پیش‌بینی برای آینده خیلی مهم است. من در دوره‌هایی که می‌گذروندم در صنعت بیمه متوجه شدم با تجربه‌ها و خاطره‌هایی که مدیران ما بیان می‌کردن، اینکه حتی شخص در اثر
یک سهل انگاری نداشتن بیمه با یک تصادف کوچیک با رأی دادگاه مجبور شده خونه خودش رو بفروشه یا دادگاه خونش رو بفروشه که بتونه مسئولیت اون رو در برابر هزینه هایی که به خاطر نداشتن بیمه بهش بار شده بپردازه. بنابراین مخصوصا بیمه رو نباید در آمریکا شوخی گرفت. از ابتدا باید به فکرش بود و برنامه‌ریزی کرد برای خودمون و خانواده‌مون تا از این مزیت‌های قانونی استفاده بکنیم. خب من عرض کردم که میخوام تمرکزم رو روی بیمه‌های سلامت ببرم. در امریکا انواع بیمه‌های سلامت تقسیم میشن به بیمه‌های کارفرمایی که معمولاً از طریق کارفرما امپلویر، جایی که شخص در اون کار میکنه، ارائه میشه و به صورت بیمه‌های گروهی است که مدیریتش با قسمت‌های منابع انسانی کارفرماها هست. بعد از اون بیمه‌های دولتی هست که مخصوصاً بیمه‌های مدیکیر و مدیکید هست برای گروه‌های خاص و بیمه‌های خصوصی که حالا در یکم جلوتر بریم بیشتر توضیح میدم. این بیمه‌ها به صورت فردی از طریق بازارچه‌های بیمه توسط اشخاص خریداری میشن و ارائه دهنده این بیمه‌ها شرکت‌های بیمه خصوصی هستند که طبق همون قوانینی که قبلا عرض شد بر اساس مقرراتی که دولت و استانداردهای بیمه تعیین کرده خدماتش رو در قالب پلن‌های مختلف گاه ممکنه بیش از 60 پلن در یک منطقه یا یک سال برسه ارائه میدن. خب اون در بخش حمایت‌های دولتی و بیمه مدیکیر و مدیکید من اینجا تصویر رو ساختم مثل دو تا پایه اصلی و دو تا ستون میمونن برای ساختمانی که اون ساختمان در واقع ساختار حمایت‌های دولتی برای پوشش‌های بیمه هست. مبنای پوشش‌های مدیکیر وضعیت جسمانی شخص است، یعنی سن و سال اون تعیین میکنه که آیا شامل مدیکیر هست یا نیست و برخورداری از معلولیت یا از کار افتادگی برای کسانی که سن و سالشون خیلی مهم نیست ولی میتونن به دلیل معلولیت از بیمه مدیکیر استفاده بکنن. اما مبنای پوشش‌های مدیکید وضعیت درآمد شخصی و خانوادگی است، یعنی بیشتر به امور سرمایه‌گذاری و مالی مربوط میشه. پس مدیکید با سلامت جسمی سر و کار داره و مدیکید با وضعیت مالی و همونطور که گفتم این دو تا ستون حمایت دولتی هستن که طبق قوانین برای افراد مشمول آخر سر که گفت خاص در نظر گرفتیم. بشین وقتی گفت سوال بپرس باش بشین منم بیام کمک کنم با ظاهراً یکی از میکروفون ها باز شده و تداخل صدا داره مزاحمت ایجاد میکنه. من خواهش میکنم دوستان هر کدوم میکروفون خودشون رو چک کنن. کسانی که در آمریکا هر دوی این پوشش ها رو دارن، یعنی هم مدیکیر دارن هم مدیکید دارن، اینها به عنوان دوال الیجیبل شناخته میشن، یعنی کسانی که در واقع صلاحیت دوگانه دارن، یعنی هم صلاحیت داشتن مدیکیر دارن و هم صلاحیت داشتن مدیکید دارن. اینها اشخاصی هستند که از حد اکثر مزایای قانونی و سوبسیدها میتونن استفاده بکنن و پوشش هایی که در بیمه های دوال الیجیبل یا DSMP در واقع داده میشه، بسیاری از داروهاشون رایگان هست، بسیاری از مراجعاتشون بدون پرداخت حتی $1 انجام میشه. نه تنها هزینه ها خیلی مقرون به صرفه هست که برای این اشخاص کارت های صادر میشه که در هر ماه شرکت های بیمه مبالغی رو به حسابشون واریز میکنن که بتونن بخشی از نیازهای ضروری خانوادگی خودشون رو از طریق مبالغ دولتی یارانه‌ای که توی این کارت داده میشه خریداری بکنن. چرا بیمه های سلامت دولتی ضروری شد؟ من این نکته رو هم اضافه بکنم که در مدیکیر وقتی شخص به سن 65 سالگی میرسه فرقی نمی‌کنه که خودش بخواد یا نخواد، طبق قانون ملزم هست که
در بیمه‌های مدیکیر ثبت نام بکنه و حتی اگر ثبت نام نکنه با تأخیر این کار رو انجام بده، برخی بیماری‌ها و جراحی تأخیر میشه که این باعث میشه مثلا بعضی از هزینه‌هایی که باید بپردازه رو بیشتر بپردازه با درصدی بیشتر به خاطر جریمه. در گذشته بسیاری از سالمندان و افراد کم درآمد در امریکا نمیتونستن هزینه‌های درمان رو بپردازن و با مشکلات جدی مواجه میشدن و این یک بحران اجتماعی در نیمه اول در واقع قرن گذشته بود که در آمریکا داشت خودشون نشون میداد. قانون مدیکر در سال 1965 تصویب شد و پوشش هزینه‌های درمانی برای افراد بالای 65 سال و برخی افراد جوانتر که دارای ناتوانی‌های خاص بودند رو اعلام کرد. در دهه 1960 رئیس جمهور ایالات متحده لیندون بی جانسون میدونست سالمندان با مشکلات زیادی مواجه شدن و از طرفی جامعه داشت برای عدالت اجتماعی فشار آورد، این قانون رو به عنوان بخشی از برنامه‌ای که اعلام کرده بود، برنامه جامعه بزرگ است، ارائه داد و این قانون رو امضا کرد و معتقد بود که هیچ آمریکایی نباید به دلیل فقر یا ضعف مالی از مراقبت‌های پزشکی محروم بشه. در مدیکیر 4 بخش وجود داره که به زبان ساده اون رو من توضیح میدم خدمتتون. بخش A مدیکیر پوشش‌های بیمارستانی رو بر عهده داره، از بستری شدن در بیمارستان، مراقبت‌های پرستاران و ماهران، چیزی که مربوط به خدمات بیمارستانی هست. بخش B پوشش هزینه‌های پزشکی هست در مراجعه به مطب دکتر، پزشکان و خدمات سرپایی در کلینیک‌ها و خدمات پیشگیرانه. بخش C که به عنوان مدیکر ادوانتیج هم شناخته میشه، برنامه‌های خصوصی هست که مزایای بخش‌های A و D و B و گاهی پارت E رو هم با همدیگه پوشش میدن و ممکنه یک مزایای اضافی مانند دندان پزشکی یا بینایی سنجی و سایر خدمات رو هم داشته باشه. تفاوتی که بخش C با 2 تا بخش A و B داره این است که در واقع کسی که به سن 60 سالگی میرسه طبق قانون موظف به ثبت نام در مدیکیر هست، به صورت اوریجینال بخشای A و B رو مشمول میشه که بخش A و B با هم دیگه به عنوان اوریجینال مدیکیر هستن. اما اگه بر اساس نیازهای جسمانی خودش یا شرایط دیگه‌ای که عرض شد، چه شرایط مالی چه شرایط جسمانی که ممکنه داروهای مزمن باشه یا موارد دیگه، میتونه از بیمه‌های ادوانتیج یا بخش C استفاده بکنه که معمولاً این بخش C حتی پرمیوم ماهانه ممکنه نداشته باشه، یعنی بدون پرداخت ماهانه باشه و مزیت‌هایی رو هم ارائه بده. و بخش D پوشش هزینه‌های داروهای تجویزی هست. خب باز بسته به بیماری‌ها و نیازهایی که ممکنه شخص داشته باشه، بعضی‌ها میتونن برنامه مثلا 1 سال یا 6 ماه آینده خودشون رو از نظر سلامت و پزشکی پیش بینی کنن. خب کسی هست که داروهای گران قیمت بهش تجویز شده و ناچار است تا مدتی مصرف کنه، این ممکنه هزینه‌های دارویی و تأمین اون براش اولویت داشته باشه نسبت به احتمال اینکه ممکنه خدمات پزشکی یا بیمارستانی رو دریافت بکنه. بنابراین میتونه در زمان انتخاب مثلا طرحی رو بگیره که فقط بخش دی رو پوشش میده به دلیل برخورداری از پوشش هزینه‌های دارو. من چند وقت پیش عضوی رو داشتم آنالیز میکردم هزینه‌های درمانیش رو که به من گفت به دلیل نیازهایی که به دارو داشته و در ایالت خودشون به دلیل ناشناختش بودن بیماریش نمیتونست از عهده‌اش بر بیاد و به همین دلیل به کارولینای شمالی مهاجرت کرده بود که از خدمات پزشکی خوبی که اینجا معروف شده به دلیل وجود دانشگاه دوک و مرکز تحقیقات پزشکی برخوردار بشه. اون به من گفت که آمپولی رو بهش تجویز کردن که هر ماه 2 بار ناچار است اون رو بخره و تزریق کنه و قیمت اون $36,000 در هر ماه هست.
و اون خیلی خوشحال بود که تونسته از پوشش بیمه استفاده بکنه و این هزینه دارویی رو که هیچ وقت خودش نمیتونست بپردازه با استفاده از بیمه برخوردار بشه. خب همینطور که عرض کردم خدمتتون، مدیکر و مدیکید دو قسمت اصلی بیمه های سلامت برای بزرگسالان در امریکا هستند، ولی با وجود همه مطالبی که عرض شد باز هم میلیون ها نفر در امریکا به خصوص افراد فاقد بیمه از طریق کارفرما هنوز بدون بیمه بودن. خب مسئله اشتغال، مسئله بازنشستگی، این که کسی ممکنه جای کار نکنه که کارفرما به اون بیمه بده، کار شخصی داشته باشه. خب این مشکل براش ایجاد میکرد که چطوری میتونه از این مزیت‌هایی که ما گفتیم استفاده بکنه. در سال 2010 زمان ریاست جمهوری آقای اوباما ایشون قانونی رو امضا کرد که با نام اوباما کیر، شاید شنیده باشین، یا افوردبل کیر شناخته میشه، افوردبل کیر اکت با مخفف ACA. اهداف اصلی این قانون پوشش‌های بیمه بود و این قانون پوشش‌های بیمه سلامت به افراد بیشتری که قبلا بیمه نبودن گسترش پیدا کنه. یکی دیگه از اهداف مهم این قانون کاهش هزینه‌های بیمه بود و به کمک این قانون هزینه‌های بیمه تا حدودی مقرون به صرفه تر شد از طریق کمک‌های دولتی که به شرکت‌های بیمه داده میشه. شرکت‌های بیمه طبق مقررات موظف هستند خدماتی رو ارائه بدن به بیمه شده ها و بخشی از هزینه ها رو دولت از طریق بودجه خودش جبران میکنه و این کمک ها میتونه هم فدرال از طریق دولت مرکزی باشه و هم بسته به ایالت های مختلف بر اساس توانایی های ایالت، بر اساس میزان مالیات های دریافتی اون ایالت برنامه‌ریزی میشه و اختصاص داده میشه به طرح‌های مدیکید و مدیکید. نکته مهم دیگری که توی این قانون ACA یا قانون مراقبت مقرون به صرفه پیش بینی شده بود، بالا بردن استانداردهای خدمات پزشکی بود که توی این قانون مراقبت‌های بهداشتی با استانداردها و تعالیف با کیفیت بالاتر ارائه میشن. ویژگی‌های مهم این قانون که عرض کردم به عنوان اوباما کیر هم شناخته میشه این بود که از اون به بعد بازارچه‌های بیمه در امریکا به وجود آمد که دسترسی به این بازارچه‌ها از طریق وبسایت‌هایی که وجود دارند برای افراد میسر هست. این وبسایت‌ها دولتی هستند. افراد میتونن با اطمینان انواع طرح‌های بیمه سلامت رو از انواع شرکت‌ها و برای نیازهای مختلف اونجا مطالعه کنن، با هم مقایسه کنن و حتی خریداری کنن. کمک‌های دولتی یا سوبسیدها برای کمک به افرادی که درآمد متوسط و پایین دارن و در واقع امکان پرداخت حق بیمه‌های ماهانه گزاف رو ندارن که به اون پرمیوم گفته میشه، این یارانها به اونها خیلی کمک میکنه تا در پرداخت سهم خودشون که اسمش کوپی هست یا دیداکتیبل که تو قوانین بیمه آمریکا وجود داره بتونن با همه اون گرانی ها از یارانه برخوردار بشن و طرح بیمه مناسب خودشون رو خریداری کنن و این باعث میشه که استفاده از خدمات پزشکی براشون مقرون به صرفه بشه. نکته مهم دیگه ای که این قانون برای مردم ایجاد کرد این بود که در گذشته کسانی که بیماری‌های قبلی یا زمینه‌ای داشتن به دلیل ریسکی که در ایجاد هزینه برای شرکت‌های بیمه داشتن معمولاً مورد قبول و تایید شرکت‌های بیمه برای بیمه کردن قرار نمی‌گرفتن، به اونا در اون پرسشنامه‌های اولیه رد می‌شدن. ولی یکی از بزرگترین دستاوردهای این قانون این بود که شرکت‌های بیمه دیگه نمیتونن به دلیل بیماری‌های از پیش موجود مثل دیابت، بیماری‌های قلبی یا سرطان از پذیرش بیمه شده ها خودداری کنن یا هزینه بیشتری از اونها مطالبه کنن. در این قانون پوشش والدین برای فرزندان هم نیز پیش بینی شد و از اون به بعد
ماندن فرزندان تا سن 26 سالگی تحت تکفل والدینی که بیمه دارن توی این قانون پیش بینی شده. یک نکته مهمی که من اینجا دوست دارم برای مهاجران و فارسی زبانان و هموطنان عزیزمون عرض بکنم این است که بسیاری از مهاجران با وضعیت اقامت قانونی میتونن از طریق همین بازارچه‌هایی که عرض شد بیمه بشن و کمک مالی دریافت بکنن. این یک فرصت خیلی خوب برای تضمین سلامت خودشون و خانوادهشون هست. یک مقدار شاید زحمت مطالعه داشته باشه، شاید یک کم وقتگیر باشه، ولی میشه با استفاده از مشورت یا استفاده از راهنمایی‌های دوستانه از این مزیت‌های قانونی استفاده کرد. انواع دیگر بیمه‌های حمایتی و اجتماعی که در امریکا وجود داره، خب سیستم امریکایی یک شبکه‌ای از حمایت‌ها داره که هر کدوم برای شرایط خاص هستند. سیستم تامین اجتماعی، سوشیال سکیوریتی که خیلی این اسم شما شنیدید، تأمین درآمد بازنشستگی که مهمترین بخش این سوشیال سکیوریتی، یکی از حمایت‌های بزرگ دولتی، حمایت‌های مالی است که در صورت از کار افتادگی و برای پشتیبانی از خانواده و یا در صورت فوت نانآور یا سرپرست خانواده است. در سوشیال سکیوریتی کسر حقوق و دستمزد کارگر یا کسی که داره ماه به ماه یا هر 2 هفته یک بار پیرول چک رو دریافت میکنه، به صورت مالیات و به صورت عوارضی که از حقوق دریافتون کسر میشه در طول سالها انباشته میشه و در نهایت بعد از بازنشستگی به کمکش میاد. مهاجرانی که به صورت قانونی توی امریکا کار میکنن و مالیات‌های مربوطه رو از طریق همین در واقع حقوق‌هایی که دریافت میکنن پرداخت میکنن، میتونن در آینده پس از 10 سال کار پشت سر هم و یا 40 واحد اعتباری که طی اون در دریافت حقوقشون پرداخت مالیات رو انجام داده باشن، از مزایای این قانون بهره مند بشن. منظور از 40 واحد اعتباری این هست که هر سال 4 فصل هست. میتونه یک شخصی در یک بخشی از سال کار نداشته باشه، مثلا 6 ماه بیکار باشه یا 3 ماه بیکار باشه، ولی اگر جمع سابقه فعالیتون به 40 فصل برسه یا 10 سال، یعنی لازم نیست 10 سال پیوسته پشت سر هم باشه، 10 سال کار توی آمریکا انجام داده باشه، میتونه از برخوردار بشه و حداقل اون قسمت پارت A مدیکیر بدون پرداخت ماهانه و به صورت رایگان برای اون منظور خواهد شد. بیمه بیکاری در امریکا وجود داره که در واقع هدفش پرداخت موقت درآمد به افرادی است که به دلیل شرایط خارج از کنترل خودشون، مثلا اخراج به دلیل کاهش نیرو، نه به دلیل سوء رفتار خود فرد، شغلشون از دست دادن. و البته شرایط برای استفاده از این مزایا، معمولا شخص باید واجد شرایط خاصی باشه، به دنبال شغل فعال باشه و به سازمان سوشال سکیوریتی نشون بده که دنبال شغل هست، ولی خب فعلا تا الان شغل هنوز پیدا نکرده تا اون سوشال سکیوریتی بتونه بیمه بیکاری بهش بده و سابقه کاری و درآمدی معین داشته باشه و حتی حاضر باشه اگر سوشال سکیوریتی بهش یک شغلی رو پیشنهاد کرد که با وضعیت اون تناسب داشت، اون رو بپذیره. بخش دیگه بیمه غرامت کارگران هست که در این بیمه هزینه‌های درمانی و جبران از دست دادن درآمد برای کارکنانی که تو محل کارشون آسیب می‌بینن پیش بینی شده، یا به دلیل شغل خودشون دچار بیماری میشن، مثلا شغلشون حساسیت‌هایی داره یا با مواد شیمیایی سر و کار دارن یا سختی‌هایی داره که ممکنه احتمال آسیب رو برای اونها بیشتر بکنه. این نوع بیمه‌ها غرامت رو به اونها میپردازن در صورت نیاز و این بیمه ها معمولا توسط کارفرما تأمین میشه و قانون ایالتی هست، یعنی اجبار و الزام هست. یک نکته مهم، باز قبلا اشاره شد به فرهنگ کار و اشتغال در امریکا و همون فردگرایی که من قبلا اشاره کردم.
بسیاری از مزایای بیمه و تامین اجتماعی در آمریکا به داشتن شغل قانونی و پرداخت مالیات گره خورده. هر پیچک همون فیش حقوقی که معمولاً بر اساس سیستم اداری آمریکا ممکنه هفتگی باشه، هر 2 هفته باشه یا ماهانه باشه. هر پیچک یا فیش حقوقی که دریافت میشه بخشی از اون برای تامین اجتماعی و بیمه بیکاری شخص شاغل کسر میشه. این یعنی اینکه شخص حقوق بگیر در حال ساختن یک شبکه امنیت مالی برای خودش در آینده است. خب من اینجا یادداشت کردم که جوانان امروز بازنشستگان فردا هستند. برنامه‌ریزی برای دوران بازنشستگی و اطمینان از پوشش‌های بیمه‌ای از سنین جوانی تضمین کننده یک آینده آرام و باثبات. هر چه زودتر شروع بشه بهتر. این سرمایه گذاری برای آینده و آرامش خاطر خانواده است. ما می‌بینیم که در آمریکا جوانهای زیادی ورزش رو به صورت پیوسته تو برنامه زندگی خودشون قرار دادن. این تفکر که چون من جوان هستم، چون بدنم سالم هست، چون وقتی میدوم به نفس نمیفتم، مشکلی ندارم، پس نیازی به این نیست که مراقب خودم باشم، کاملا تفکر اشتباهی است. جوانهایی که آینده نگر هستند و خوب فکر میکنن نسبت به سلامت آینده خودشون، نه تنها سلامت بلکه امنیت مالی، از همین حالا شروع کنن به حفاظت از بدنشون و سالم نگه داشتن بدن، برنامه درست برای تغذیه، چون میدونن اون پولی که داره از پیچکشون کسر میشه و به عنوان ذخیره آیندهشون نگهداری میشه، وقتی که به سنین بالا میرسن و میخوان از اون پول استفاده بکنن، چه بهتر که اون پول رو برای تفریح، برای سرگرمی، برای مسافرت، برای استفاده از یک زندگی شاد و آرام مصرف کنن، نه اینکه ناچار بشن اون پول رو دائما از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این مطب به اون مطب، از این دارو به اون دارو خرج بکنن. این هست که جوانهایی که زرنگ هستن پولهای آیندهشون رو برنامه‌ریزی میکنن که نه برای رفتن به خانه مراقبت‌های پزشکی یا نه برای مصارف درمانی خرج بکنن. و چه بسا جوانایی رو که میبینیم تو خیابون‌ها دارن میدوون، با همین اندیشه دارن زندگی میکنن. خب نکات مهمی رو که من لازم اینجا عرض کنم این هست که بعضی از ما ممکن اینطور فکر کنیم، خب من دوباره هم تکرار میکنم که حالا که جوان هستن نیازی به بیمه سلامت ندارن، یا من که راننده خوبی هستم پس نیازی به بیمه ماشین ندارم. خب این حرف خیلی مشخص است که اتفاق هیچ وقت خبر نمیکنه. قبلا هم گفتم عواقب مالی نداشتن بیمه در آمریکا بسیار سنگین و گاه جبران ناپذیره. میتونه به ورشکستگی ختم بشه، میتونه حتی شخص رو تمام پس‌اندازه‌اش رو نابود بکنه. ما نباید به خاطر نگرانی از مشکلات اداری یا اینکه از قوانین خبر نداریم یا اینکه زبانمان شاید خوب نیست و اصطلاحات تخصصی رو ازش سر در میاریم، اینا نباید باعث بشه که به بیمه بی‌توجهی بکنیم. باید همیشه عزیزان این توجه رو داشته باشن که توی آمریکا همیشه کمک در دسترس هست. شما هیچ وقت تنها نمیمونید و میتونید همیشه از مشاوره‌های رایگان استفاده بکنید. طرح‌های مدیکر میتونن زندگی سالمندان رو به طور چشمگیری بهبود ببخشن. من خواهش میکنم که دوستان و عزیزانی که به فکر آیندهشون هستن از همین حالا و حتی دوستانی که به سنین نزدیک به 65 رسیدن و کم کم دارن فکر میکنن که از بیمه های مدیکر استفاده بکنن، از وبسایت‌های دولتی و معتبر مثل healthcare.gov که من اینجا یادداشت کردم میتونید ببینید، برای همون قوانین مربوط به اوباماکر یا افوردبل کیر اکت مطالعه کنن. اطلاعات کاملا رایگان هست. یا میتونن از medicare.gov استفاده بکنن برای اطلاعات بیشتر مربوط به مدیکر. اینا منابع اطلاعاتی بسیار معتبر هستن.
راه دیگه این هست که همیشه از دوستان و مشاوران و کسانی که بهشون اطمینان داریم و متخصصان فعال در این زمینه‌ها که قابل اعتماد برای شما هستن سوال بکنیم. معمولاً مشاوره ها رایگان هست و شما نیاز به پرداخت چیزی نداریم و با استفاده از این کمک ها و مشورت ها میتونیم طرح‌ها و در واقع برنامه سلامت خوبی رو برای خودتون تنظیم کنیم و این رو بدونید که هیچ سوالی بی اهمیت نیست و پرسیدن همیشه بهتر از پشیمانی هست. آخرین پیشنهاد من این هست که از مزایای حضور در آمریکا سود ببرید. به عنوان یک مهاجر قانونی شما هم این فرصت رو دارید که از امکانات و ابزارهای قانونی مثل بیمه و تامین اجتماعی برای ساختن یک زندگی امن و با آرامش خاطر و موفق در این کشور بهره ببرید. این فرصت ها رو از دست ندید و برای آینده خودتون و خانواده‌تون برنامه‌ریزی کنید. خب ما هممون فارسی زبان هستیم و همیشه از اولین کلماتی که در ادبیات فارسی یاد گرفتیم با این جمله فردوسی بزرگ که توانا بود هر که دانا بود آشنا هستیم. برای دانایی ما نیاز به پرسش داریم و در واقع پرسش ها همیشه آموزنده هستن، هم برای اون کسی که پاسخ میده و هم برای اون کسی که چیزی به نظرش رسیده و باعث طرح پرسش شده، چون که با هر سوال ما یک مطلب تازه یاد میگیریم و بنابراین همیشه باید داشته باشیم که آگاهی در واقع بخشی از توانایی و قدرت هست. من از توجه و مشارکت شما سپاسگزاری میکنم. اطلاعات تماسم رو میتونیم اینجا ببینیم، یادداشت کنیم. من کاملا در اختیار هستم به صورت رایگان، چون وظیفه خودم میدونم و فعالیتی رو که دارم هم به همین شکل است که ما در واقع ایژوکیتور، آموزش دهنده و مشاور مدیکیر هستیم به جامعه و کسانی که نیاز دارن. با کمال میل در خدمت هستم به صورت محرمانه شخصی. اگر نیازی باشه، سوالی باشه، در حد دانش خودم و توانایی که دارم خیلی خوشحال میشم که در خدمت هموطنان عزیزم باشم. سرکار خانم محمدی اگر سوالی دوستان دارن و میتونم پاسخ بدم من در خدمت هستم. خیلی ممنون آقای صادقی با این مطالب بسیار مفیدی که در این وقت کم خیلی ارزشمند بود. تشکر میکنم. خب اولین سوال کننده آقای حسین هستند. آقای حسین هیدرزاده همسر بنده، بفرمایید. با سلام و تشکر فرمای شما و شرکت در این جلسه بسیار مفید و راهنمای مفیدتون. یکی از دوستانمون الان مدیکیر داره و خب همچنین از یکی از شرکت هایی که مثل هیومنا یا شرکت های دیگه هم همون برنامه ادوانتیج هم داره، ولی همیشه برش یه پیام هایی میرسه که اگر شما مثلا مدیکیر دارین و توی اینجا زندگی میکنین و به شما کمتر از $2,500 بهتون بنفیت میدن، شما مثلا $1,000 در ماه چیز میگیرین یا $5,000. اینها من ایشون تقریبا 95% میدونه که اینا تبلیغاتیه، ولی اینو میتونیم واضح بفرمایید که این برنامه چیه که تبلیغ میکنن، میگن که آره شما اگر اینو فشار بدی، این دکمه رو فشار بدی و سوالات پاسخ بدی، ما شما رو افزون میکنیم برای مثلا $3,000 در ماه برای گروسری و فلان و از این. خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. متشکرم که این سوال رو مطرح فرمودین. خب خیلی طبیعی هست که در بازار و بیزینس همواره ذهن‌های مشغول طراحی راه‌هایی برای درآمدهای خودشون هستن. من همونطور که قبلا گفتم در آمریکا قوانین نظارتی وجود داره. عذرخواهی می‌کنم ظاهراً صدا مثل این که در حال اکو هست. اگر یکی از میکروفون‌ها بس اشاره کردم در قوانین نظارتی استثناءً در مورد مدیکیر یک سازمان دولتی به نام
Center of Medicare and Medicaid Services CMS وجود داره که پیوسته و هر روز به شرکت‌های بیمه که بیمه‌های مدیکیر ادوانتیج رو ارائه میدن اینها نظارت دارن. یکی از قوانین سختگیرانه در مورد مدیکیر این هست که خیلی هم جالب هست، برای خود منم خیلی جالب بود وقتی داشتم آشنا می‌شدم باهاش، که شرکت‌های بیمه و نمایندگان بیمه مثل من، ماها اصلا اجازه نداریم که بیمه‌های مدیکیر رو تبلیغ بکنیم و براش بازاریابی بکنیم و حتی اگه کسی به ما مراجعه بکنه و خودش داوطلبانه بخواد از ما راهنمایی بگیره و طرح بیمه بهش پیشنهاد بدیم، ما ضمن اینکه توضیحات رو بهش میدیم اجازه نداریم همونجا به اون بیمه ارائه بدیم. قانون به ما تحمیل میکنه که 48 ساعت باید بهش فرصت بدیم. این اطلاعاتی که بهت دادیم برو خودت مطالعه بکن، بررسی‌هاتو بکن، با خانواده‌ات، با دوستانت تصمیم تو بگیر و بعد از حداقل 48 ساعت ما مجاز هستیم که ادامه گفتگو برای ثبت نام در طرح مدیکر رو داشته باشیم. با این سختگیری‌ها من میخوام این مطلب رو عرض بکنم که در جامعه، حالا یا متاسفانه یا بر اساس آزادی‌های بازرگانی که در امریکا وجود داره، خیلی شرکت‌ها هستن به صورت ترد پارتی یا شخص سوم عمل میکنن و برای شرکت‌های بیمه بزرگتر طبق قراردادهای خدماتی رو ارائه میدن. گاهی ممکنه که اون افراد یا در واقع نماینده‌هایی که در این شرکت‌ها کار میکنن تماس‌هایی رو که میگیرن مثل شرکت‌های بیمه عمر تبلیغاتی باشه. در مورد بیمه مدیکر همونطور که گفتم نه تنها ما نماینده‌ها که خود شرکت‌ها مجاز نیستن با کسی تماس بگیرن و درخواست در واقع راهنمایی یا فعالیت تبلیغاتی بکنن. دوستان میتونن مطمئن باشن تماس‌ها یا پیامک‌های این چنینی به اعتبار نداره و از طرف نماینده‌های رسمی و خود شرکت‌ها نیست، بیشتر جنبه بازاریابی برای شرکت‌های کوچیکی داره که دنبال منافع خودشون هستن. حالا من نمیدونم، من خودم هم دچار این مشکل هستم که در طول روز تعداد زیادی تماس پیامکی یا تلفنی دارم که من اونا رو رد میکنم. ولی بهترین راه این هست که کسانی که نیازهای بیمه دارن به شرکت‌های شناخته شده و مشاوران مورد اعتمادشون مراجعه. خیلی ممنون. از آقای صادقی خواهش خواهیم کرد که یک جلسه دیگه تشریف بیارن و در خدمتشون باشیم و زودتر اعلام میکنیم که شما عزیزان سوالاتتون رو مطرح بکنین و یا خودتون تشریف بیارین و بپرسین و یا اینکه مستقیما با خود ایشون در تماس باشین. از همه شما عزیزان خیلی ممنونم که از ساعت 10 تا به الان تحمل کردین و خوشحالم که هستین. خیلی ممنون. تا جلسه بعدی فعلا خداحافظ شما. همچنین از ویکانی که اسپانسر ما شدن تشکر میکنم. مرسی. فعلا خداحافظ شما.